سلام بچه‌ها، اینجا خاطر من هستم. بیوتی ولاگ تور نمایشگاه بین‌المللی کتاب با من خوش اومدین. اینجا تبریزه و 18مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب. البته من یادم رفت و این تور رو آخر سر دارم ضبط میکنم. بازدیدم از نمایشگاه کتاب در حقیقت با یه تیر چند نشون زدم. توی مراسم رونمایی کتاب اسودم شرکت کنم، براتون ولاگ بگیرم، کتابا رو ببینیم، شاید کمی خرید. البته قبل اینکه بریم نمایشگاه توی چنل تلگرامی که لینکش توی دیسکریپشن هست گفتم که قراره ما یه چالش داشته باشیم و خریدامو مقابل کتابا کنترل کنم. بریم ببینیم میتونم یا نه. اولی مقصدمون سالن پروین اعتصامی بود. همون وجودی غرفای خیریه و تصاویر و تابلوهای دفاع مقدس و غزه که من حوصله خوندن تابلوها رو نداشتم و گذرا یه نگاهی انداختم و گذاشتم. این سالن غرفای کتاب‌های علوم پایه، پزشکی، علمی فلسفی، روانشناسی دینی، تاریخ و رمان و هر چی خواستیم بود. گشت و گذار که لابلای غرفه‌ها داشتیم و اومدیم سرگاه اهل قلم، جایی که قرار بود از کتاب استادم رونمایی بشه و آخر سر یک کتاب با نوشته و امضای نویسنده بهمون رسید و اینجا اثری می‌بینین که ذوق کرد. در صفحه بینه. در صفحه امضا گرفتنی. آره صداش کن بیاد جلو. مبارکه. ساعت 3:30 تموم شد. پس پیش به سوی گردش و بازدید بقیه غرفا. اومدیم قسمت رمان و شعر. غرفا رو جدا کرده بودن، یه قسمت برای رمان‌های ایرانی و یه قسمت برای ترک. خیلی دنبال کتابای اورجینال بودم. میدونی من هر سال کتابای زبان اصلی و که انگلیسی و ترکی استانبولی میخونم یا از نمایشگاه میگیرم، یه کتاب فروشی توی آبرسان هست از اونجا. ولی خب امسال نمایشگاه کنکره. از نظر تنوع کتابی بگیم خیلی ضعیف بود. بعضی کتابای معروف هم حتی نبودن و بعضی کتابا هم که بودن خب یکم عجیب بود. بچه‌ها من گفتم که من چالش دارم و نمیخوام کتاب بگیرم، یعنی کنترل میکنم خریدنمو. کافکا در ساحل رو پیدا کردم و گفتم آقا اینو دیگه میگیرم و تمام. بعد دیدم 520 تومن، گفتم نه نمیخوام بگیرم. خیلی گرونن، خیلی. خب بریم سراغ علوم پایه و پزشکی. اصلا تعجب نکردم، طبق انتظار کتابا خیلی گرون بودن. یه نگاهی انداختیم و به بیوشیمی، یه میدل فینگر ریزم بهش نشون دادم و وقت خوردا بیاین اعلام حضور کنین. و رفتیم سراغ کتابای برونر. برونر منابع اصلی پرستاری هن. یه نگاه بهش انداختم و فهمیدم واویلا فاتحه. بچه فقط من اینو میتونم بگم کتابای علوم پایه و پزشکی خیلی گرونن. حاموسو گرونن، همشون گرونن. آره حاموسو گرونن. واقعا شکستشی میخورم، واقعا قلبم. اینجا وقتی ناهار و ویدیو ازش موجود نیست. بعد سراغ ادامه. این قسمت اصلا ربطش به کتاب رو نفهمیدم. اول رفتیم و گفتیم حتما ادامهش سالن کتاب باشه. بعد فهمیدیم همزمان 3 نمایشگاه داره برگزار میشه و کتاب فقط توی 2 سالن. پس پیش به سوی سالن امیرکبیر. بیشتر جنبه آموزشی داره این سالن. اول غرفای تابلوهای رنگ روغن و مجسمه ها بودن، وایب خیلی خوبی داشت. خوبه.
غرفه بعدی بچه‌ها مشغول طراحی بودن. بعد کودک درون ما فعال شد توی ما پله‌مون نشه پشت سر هم شیک میافتاد و ذوق میکردم. البته مار در کمین است و چند بار از اول شروع کرد. اومدیم انتشارات و کانون حالم چی خوشحالم کنکوری نیستم دیگه و لازم نیست که کتابای زیبا رو بخونم. و یه خوشیه دیگه میدونین چیه؟ گفت به زیر صد نبودم اسمم و عکسمو بزنن. وای فکر کن عکس تو بزنن خیلی بده زشته. اصلا اوکی نیستم باش. تا اینجاش که خوب بود که خسته شدم ولی بگید خوب بعدی بعد برگردیم. از ذوقم بهتون نگم که یکی از بلاگرای کیوت هم دیدم ولی خب خجالتم رو گل کرد و نتونستم برم جلو باش حرف بزنم یا یه عکسی سلفی. بعدم پشیمون شدم. مقصد بعدی و سالن بعدی نمایشگاه ارتباط و رسانه بود. عکسای فانی هم گرفتم. ایوان محبتی نمایشگاه غرفای صنایع دستی و سوغات و غذا بود. تسترم میدادن که من گرفتم. لواشک و قهوه عالی بود. مقصد کتاب بود ولی قهوه و لواشک خریدن. گایز به آخر ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که با من بودین و این ویدیو رو دیدین. یادتونه که با لایک و کامنت هاتون حمایت هم میکنی. خیلی خوشحال میشم. سابسکرایب یادتون نره. دوباره یادآوری نکنم بهتون که میگه من نگاه کن. سلام قاچم خدافظ.